بزم ما از حضور سبزتان عزت گرفت، زین فضا شد فخیم و از شما زینت گرفت. بی بزرگان بهای هر همایش اندک است، انجمن زین حضور پربها قیمت گرفت. محتوای این کتاب چنین برمی آید که خانم عیسی‌زاده یک رمان شیرین و جذاب به طرز خیلی ماهرانه‌ای آفریده اند. همچنین به کار بردن واژگان رایج و مانوس و همه فهم، تنوع در کاربرد فعلها، کوتاهی و سلاست و روانی جملات، پیوستگی و انسجام متن که لازمه یک نوشته خوب و جذاب می باشد، از ویژگی‌های بارز این کتاب یافتید. سلام، ادب و احترام. عرض سلام ادب احترام اساتید محترم و معزز این شیخ خوب بیادن شرف حضور داره بر خویدن تشریفler و tamam buzurglar qonaqlarımız ki əlaqə ilə bu cəmdə hazır oldular, به موقع hazır oldular. Hamısından təqdir və təşəkkür edirəm sizə. ویژه تشکر edirəm Cənab Ağay Rəncbərdən, dəbir möhtərəm Kuhsardan ki, bu məcmuəni və bu bərnaməni tədarük görüblər. Təbrik edirəm xanım İsa'zadəyə və xanım Muradiyə Rəha xanıma təbrik edirəm ləzzət. Ərz edeyim xidmətçi xanım İsa'zadə və xanım Muradi Batıbacı ki, ikinci kitablardılar. Üçüncü və dördüncü, ikinci və üçüncü fərd olacaqlar. Uzvu Sənduqa Etibariyyə Hünərmənlər olacaqlar Salmasda. Fərayəndi bu iş, iməyi bu əzizlər olacaq, imədən istifadə edəcəklər. Bunlar hətmən Samani səbt kitablarını səbt edəcəksə Samani Hünərməndində. Bəd az inşa səbt elədiniz, bizə ittila verəsiniz, kitablarınız məruf olar, uzviyyəti səndə olarlar. Bu da hədiyyə İdarə Fərhang İrşad İslami, Vəzarət Fərhang İrşad İslami bu iki نویسنده شهرمزه. از لختگی داستان جلوگیری کنم، کشمکش‌ها و تنش‌های فراوانی رو در این رمان ایجاد کردم. شروع داستان یا همون آغاز داستان خیلی آهسته و نرم و آروم شروع میشه. در میانه این داستان اوج میگیره و همچنین در میانه تخیل هم به این قسمت از داستان اضافه میشه. پایان داستان رو من دوباره خیلی آروم و آهسته با حل شدن معماهای فراوان از گذشته کاراکترها و شخصیت‌های داستان به پایان رسوندم. صحبت کردن در مورد حرکت داستان، بعد اوج گرفتن صورت خیزش و تا رسیدن به اون اوج داستان و بعد به هر حال وقتی جریان فروکش پیدا میکنه و داستان میاد پایین و گره‌گشایی‌هایی که فرمودن و البته بحث روانی که در داستان مطرح شده باید برای خود من باید بسیار جالب باشه و حتما بر روی این نکته من در موقعی که میخونم حتما مطالعه و تمرکزی رمان اساس ظهور رمان دو مسئله بودن. یکی فردیت تنهای فئودالیسم اون زمان که به پایان میرسه و ادبیات نو ظهور پیدا میکنه که با سروانتس و دونکیشوت و دونکیشوت خودش نماد اون تغییرات هست، میست شده اون تغییرات با اون شمشیر کهنه شد و اون اسب پیر و یابو و نمیدونم اون سپر پوسیله‌اش نمیتونه جلوی این تغییرات رو بگیره. زندگی تغییر پیدا میکنه، اخلاق تغییر پیدا میکنه، فکر تغییر پیدا میکنه و برای هر نوع از این تغییر هم ما نیاز به یک زبان ادبی داریم که بتونه جواب این تغییرات رو بده، بتونه این تغییرات رو بیان. رمان یک کلمه فرانسویه. رمان‌ها به داستان‌های بلندی گفته میشن که در یک خط هستن، یعنی یک روایت خطی دارن و از شخصیت‌های متعدد
ساخته شدند، شخصیت‌های متعددی اونها رو شکل میدن. امروز نوع ادبی که بیشتر در جهان رایجه رمان نیست، بلکه رمان‌های کوتاه‌تر یا نوولت هستند و همچنین نوعی از داستان‌ها که ضد رمان هستند، یعنی از یک داستان خطی پیروی نمی‌کنند، بیشتر هستند. حالا کتاب خانم عیسی زاده از یک داستان خطی پیروی می‌کنه و یک رمان کلاسیک میشه گفت که در 724 صفحه نوشته شده و تونسته خیلی به جزئیات بپردازه. حالا حتما لازم بوده که این رو نویسنده محترم که خیلی توانمند هستند بهتر میدونن. و در مورد انواع رمان که انواع رمان رو انواع ژانرهای رمان تعیین میکنن، در مورد کتاب خانم عیسی زاده این رمان یک ژانر اجتماعی داره ولی همچنان یک ژانر عاشقانه هم داره. بعضی از رمان ها هستن که ژانرشون فقط عاشقانه است که روابط عاشقانه در رأس هستن و مهمترین چیزی که در کتاب بهش پرداخته میشه عشقه. ولی در این کتاب عشق یک ژانر اصلی نیست و یک میشه گفت کمک ژانر برای ژانر اصلی که یک ژانر اجتماعیه و کتاب شخصیت‌هایی رو با مشکلات اجتماعی اونها مخصوصا در درون یک جامعه سنتی، هرچند که حالا خانواده‌ای که در رمان بهش پرداخته شده خانواده از قشر متوسطه و مشکلات اینها رو بررسی. این کتاب من از زبان اول شخص روایت شده به زبان محاوره‌ای. این کتاب در مورد یعنی مفهومش اینه که در مورد یک پسر مستندسازه و این پسر برخلاف میل خانواده‌اش این رشته رو برداشته، یعنی مستندسازی. بعد که کارش شروع میشه و ماجراجویی به آفریقا شروع میشه با دوستاش و مستند. به نام خدا. از اونجایی که من جلسه به فارسی هست اما آقای پورعباس به احترام همزبوناشون به زبان مادریشون صحبت کردن، منم به احترام همزبانانم به زبان مادری خودم ادامه خواهم داد با اجازه. میوه جهنمی وقتی میشوید خوانده راستی من خو لذت اگریده چونکه قلمه که باش هبو بو کسی که تمنه 12-13 سالی بید بو تمنه که 12-13 سالی از باورم او کتیبه باش و باشه جهلتر بود، نابیجم فوقلاده اما باش بود و نویسنده یا نویسره به کتیبه دشت آینده دا اگر باش بیتا راهنمایی کردن و مشاوره بیتا دان حتی بیتا برنده جایزه بین المللی. اوی کتیبه دا طبیعتا هندک نشانه و هندک فضاسازی و تصویرسازی باشه هبون که بو کسی اگر که تمن رهایی دا گلک مناسب بون. یک او که از باورم قهرمانه به کتیبه نه تارا بلکه راغب بو، او کسی که ها دنیا نجات دا، او کسی که به کد یا چاکتی خوی کسی که دشت نشانه یک به تصوف بید، نشانه یک به سادات بید، ها تو خوفدا کرو او دنیای نجات دا لأهریمن ها و او اهریمنه که چوبیا به ریا میوه که چوبیا جلده تارای دا. اما طبیعتاً اوج طبیعیه ها برای خود از روزنامه‌وانه از چجا ناچم صرفاً محت کسی که بکم و بیجم گلک باش بو به به و چه چه نه از هندک لایه دیج دبینم که اگر از بین وانه باز کم بحث خراب گوتن نینه بحث اول که ماموستا همیشه دیشتن دیدید اگر رخنه یک بیتا کردن هدف خراب کردن نه دبید هدف چی کردن. اگر از هندک ایراد مواقعی با دادید نه هدف من اول که بابه رهای دایگاه رهای دسته بگیرن و ریکنه یا کسی که بو مشاور و راهنما پیدا کن که ایدی او ایرادانه دوباره و تکرار نهای دکم داخل دایبابه رهای کم بلا رهان هستن نکی دایا که بهترین زمان کاتا بیت به زمان خوی دایکنیه بنویسید. اوی فیری دانیم بلا فیری کلگیر کرد و او فکر و رامان خو به ازمان خوی دایکنی بنویسید و منتشر بکرد. اول داخازا من لخانواده کچک گنده مششن اولاد لا 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 دلو گورو بازو چبرشن بکارو بارا دلو گورو بازو
هارو بارا دلو گچگه گنده مسینه تولا دلو لالا دلو بلو بو گردانی نه دلو هم بارا دلو دلو هم بارا دلو گچگه مده چیناسن تولا دلو لالا دلو بی اشلیک بو گراسن وای دلو هارو دلو وای دلو هارو دلو حتی که از حسیام جسوبه یا هسته خو دادایی بوجه ازنگنتر این گونه بونانده بدرجایی بوریا تبنا من را دهرکی دوی رش این نارسیستیات ده گوو کاس بیا من لسر پیلین بای خوارو هل کشاند او حیابانی بیرا ببینی از آف تو آگر از آف بوم تو آگر از کووی بوم تو گدی دزانه تو نتاج دینی با آگر بکشی ایگر برشینی لحوالی گلاوا دل تو نسیپانی خلاتی سیابند تیر بکی خزال سرزیر بکی شاه و شارتی جرو پلا کشکت دو بیای سرمرگ از فرز سربست دم میدان فلک تو روح آسه دو قنجک داری دا از خوازی من بکاره بویا خوازی من بکاره بیا آوا بکرا پراک زلال بستونین حس کرنی و درباس بوما لسر جمع اوین داریه سپاس